ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, аз шумо илтимос дар видео лайк монед, ҳамин видеоро ба дигарро ҳам барасонед, то ки дар бораи чӣ қадар рост будани пастава ва турмак шудани Коля Таҷик, яъне ки Ҳоҷи Комрон рост аст, дурӯғ аст, оё ки ӯ пул кор кардестанд ай ҳамин ҳисоб, дар бораш маълумот метавам. Он чизое ки ман худам медонам, дар бораш маълумот метавам. Ҳақиқат дора ё ин ки не? خب در ویدیو لایک مونین، حتما با دیگران هم پدری سر فراموش نکنین. حاجی کامران یعنی یکی از بلاگران معروف جمهوری تاجیکستان با لقب کولیا تاجیک. همین آدم هر یکی ما شما میدونیم میشناسیم. این شرینر بسیاری را خدمت کرده، بسیاری را کمک کرده. من خودم بله چیکار هستم. باورم کنین. وقتی همین حوزه یوتیوب داخل شدم، همه درباره همین آدم ویدیو کرده است. وقتی دیدم که گفتن نوشتگی هستند که حاجی کامرون یعنی کولیا تاجیک پستاوا کردن، ترمک کردن، مقصد سودش میکنن. گفتم همین حقیقت من بفهمم. حقیقت خیلی برادران، هر کس هر گپ میگه، نکی وقتی مردی که ناموس داره، غرور داره، طاقت کردن نمیتونه. یک زنه که بدبخت مهاجر، یک بدبخت لعینه که با یک بچه ازبکستانی پلان میکشن، با کولیا تاجیک زنگ میزنه، میگه شما چخیلی مردکین، چخیلی ناموس دارین، چخیلی تاجیکین که در اینجا مرا میخیل آدم زد، پلوم گرفت، شما اومده مرا یاردم نمیکنین. کولیا تاجیک وقتی این سخنان را میشنوه، خون در بدنش جوش میزنه، ناموس و غرور مردانگیش نمیمونه، میره به جای کار همون آدم همون بچه را لطکوب میکنه، پولش میگیره میته. اسماعیل تاجیک یکی از بلاگران مردم تاجیکستان که همین برادر رو میگه که در کامراهای نظارتی میبینن، خلاص این زنک همون آدم خطی همکاری کرده، پلان کشیدگی. بینید که چخیلی کارا قطعی پول کار کردستند. من بدانم که یک مردم تاجیک قطعی ای خدا زده به ایمان، ای حرام مرده، ای لعنت کنه صدقه نامی زن تاجیک شوی، بدبختی حرام. نخود تو قطعی یک ملت دیگه بخیزی و یک آدمی که با مردم کمکش رسیدگی های، آدمی که با مردم همه او را دوستش میدارن، آدمی که نامی تاجیکستان مقصد معرفی میکنه، آدمی که برای یک شهروند تاجیکستان در روسیه عذاب میکشه، چیکار میکنه؟ میره یاردمش میکنه. این بدبختی حرام باشد، میخیزه و قطعی یک ازبکستانی پلان میکشن، اینا پستاوید میکنن. سبب در ای سبب ای خیلی که اینا پستاوا کردن. هرچی این میاد را میزنه، قپلا میگیریم سیامکش میکنیم، نوارش میکنیم، میپرتویم، عریضه مینویسیم، پستاواش میکنن، پولش میکنن. بابا جان 88 بابای لنگری راست گپ کی چیه نمیدونم، ما خبر تماشا نمیکنم. نکی امروز در همین باره گپ زدن، باور کنین دیگه ما گفتم دربارش که من فکر عقیده خودم بگم. این خیلی زنکای حرام بسیاره. زنکای گفتیم که همه زنها نه، هست بعضی زنهایی که بسیار با عفتن، با ناموسن، نمیخوان که مقصد غیر از مردم خودش با دیگر مردم کار کنه. لیکن هست بعضی زنکایی که به خاطر پول فرق نداره، اوت در کدام حالت هستی نیستی. خداوند مشکلی برادرمون کولیا تاجیک آسان میگردونه. خداوند نگهبانش باشه. انشالله حق روی آب میبره.